And we have established a strong partnership. Excellency, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जिस तरह Próximo narodu Indi nastav. Between the two leaders, the joint statement on technical partnership is signing the bilateral developments between Tajikistan and India in the presence of هر دو جانب در روند مذاکرات ضرورت گسترش و تحکیم همکاری منطقوی را تاکید نمود. در ارتباط موضوعات مهم و مبرم منطقوی مورد ارزیابی و تبادل افکار قرار گرفت. باید مخصوص تاکید نمود که تاجیکستان و هندوستان عاید به مسائل امنیت و ثبات، مبارزه بر ضد ظهورات تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری متشکل فراملی و ضرورت تقویت همکاری اقتصادی منطقوی دیدگاه یکسان بود. در این ارتباط ضرورت فعالگردانی گروه‌های کاری دوجانبه عاید به مبارزه با تروریسم و همکاری‌های نظامی و کمیسیون مشترک بین حکومتی همکاری‌های گوناگون است بار دیگر مورد تاکید قرار داد. هر دوی کشورهای ما در منطقه نسبت تروریسم نهایت حساس جایگیر شده است. مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم همیشه یکی از مسئله‌های اساسی و نهایت مهمی همکاری ما می باشد.